سرخط خبرها: جنجال‌های عجیب و غریب در دنیای مجازی. در هند یک دختر با دو برادر عروسی کرد. تداوم فشارهای پاکستان بر مهاجران افغان. سرکوب و بازداشت‌ها در اکثر نقاط پاکستان ادامه دارد. افغانستان و پاکستان در آستانه یک جنگ دیگر. وزیر دفاع پاکستان اعلام کرد که هند از خاک افغانستان برای جنگ محدود علیه پاکستان استفاده می‌کند. و فاجعه انسانی در لیبیا. در پی غرق شدن یک کشتی در دریای این کشور 18 مهاجر جان باختند. امروز پنجشنبه 8 اقرب 1404 هجری خورشیدی است. مشروع خبرها: عروس در روستای کوچک در کوههای همالیا در هند میان دو مرد نشسته و هر سه با لبخند به دوربین نگاه میکنند. اما این عکس یک تصویر معمولی از عروسی نیست، چون او میان دو دامادی نشسته که تازه با هر دوی آنها ازدواج کرده است. این ازدواج در کشوری که چند همسری و چند شوهر بودن غیر قانونی است، ازدواج نامعمول به شمار می رود. عکس های ازدواج سونیتاسی با دو برادر به نام های کاپل ان و پردیهب این در شبکه‌های اجتماعی به طور گسترده منتشر شد و برخی کاربران در این شبکه‌ها با نظرات توهین‌آمیز خانواده را مورد تمسخر قرار دادند و این ماجرا یک بحث ملی را نیز برانگیخت. پلیس پاکستان عملیات بازداشت و سرکوب مهاجران افغانستان را در شهر گوجرخان ایالت پنجاب آغاز کرده است. روزنامه نشان گزارش داده است که پلیس مهاجران غیر قانونی و بدون مدرک را بازداشت و اخراج خواهد کرد. حمزه احتشام دستیار کمیشنر پنجاب گفته است هیچ فرد یا سازمان اجازه ندارد به ساکنان غیر قانونی پناه دهد، خانه اجاره دهد یا ملک بفروشد. مقام‌های پنجاب حضور مهاجران افغانستان را در این ایالت تهدید امنیتی عنوان کردند. خواجه آصف وزیر دفاع پاکستان گفته شواهدی در دست است که نشان می‌دهد هند از خاک افغانستان برای انجام جنگ محدود علیه پاکستان استفاده می‌کند. آصف در مصاحبه با شبکه العربیه گفته است که روابط دیرینه میان امارت اسلامی و هند وجود دارد و اشاره کرده که حمله اخیر به پاکستان در زمان سفر امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی به هند رخ داد. همزمان با این سازمان ملل متحد نسبت به شکست مذاکرات نمایندگان پاکستان و اداره امارت اسلامی در استانبول ابراز نگرانی کرد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل در نشست خبری خود در نیویورک ابراز امیدواری کرد که با وجود توقف گفتگوها درگیری میان دو کشور همسایه از سر گرفتن نشود. سازمان بین المللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل گزارش داد اجساد 18 مهاجر که در پی غرق شدن یک کشتی در پایتخت لیبیا جان باخته بودند پیدا شده است. بیش از 90 سرنشین دیگر این کشتی نجات داده شدند. به گفته مقامات محلی لیبیا این کشتی نزدیک به بندر سورمن غرق شده است. هلال احمر لیبیا اعلام کرد که گزارش واژگونی قایق را اواخر روز دوشنبه دریافت کرده و عملیات نجات را تا اوایل صبح سه‌شنبه ادامه داده است.